بسم الله الرحمن الرحیم. به فرزندت حق شناسی و حق گویی را بیاموز تا از شناختن حق، پذیرفتن حق و گفتن سخن حق نهراسد. به فرزندت دلیری را بیاموز تا مردانه و مثل شیر زندگی کند، نه مثل گوسفند. به فرزندت آداب و اخلاق حمیده را بیاموز تا راستگو، شخص باوریناک، سخاوتمند، جوانمرد، مهربان، پرهیزکار و فداکار به وای رسد و از دزدی، خیانت، دروغ، خودپرستی، حسد، غیبت، نفاق و فسق و فجور دور باشد. به فرزندت مستقل بودن را بیاموز تا پدری خویش شود و ناز پروردش مکن که فرزند ناز پرورد به پدر و مادر تکیه می کند و بر پای خود ایستادن نتواند. و چون تو اگر از دنیا درگذری یا او از تو جدا شود یا در غریبی افتد، در زندگی شکسته و ناکام گردد. به فرزندت نرم گفتاری و نرم رفتاری را بیاموز تا با پدر و مادر و برادران و خواهرانش و دیگران خوشگفتار و نرم رفتار باشد. با او درشت مباش که اگر با درشتی عادت کند، در سر پیریت با تو درشتی کند و تو را بیازارد.